میشه. ببخشید استاد، این همه میخوام این بحث رو مطرح کنیم که این چقدر در واقع میتونه این دخل و تصرف تا کجاست؟ مثلا حالا بحث جن این چقدر اختیارات داره؟ آیا اگر انسانی به سمت این قضیه نره، اصلا کاری به این قضیه نداره، حتی شاید هم اعتقاد نداره، میتونن عده‌ای بر این تصرف پیدا کنن؟ یا مثلا جن بتونه تو زندگیش وارد شه، یا کسی بتونه زندگی این رو در واقع دچار مشکل بکنه؟ چون تو مثالی که فرمودی که مثلا واقعیت نداره اما اثر واقعی داره، مثل همون حالا یه حشره‌ای که پلاستیکیه اما کسی میبینه یه دفعه میترسه، رنگ چهرهش عوض میشه، خب اینو داره میبینه. اما ممکنه کسی اینو ببینه ولی بگه که با این پلاستیکه، خب اثرش هم پس نخواهد داشت. چون این قضیه هم همینطوره. یعنی مثلا کسی بگه من اصلا اعتقادی به اینا ندارم، به عنوان مثال مثلا میگن که آقا این اختلافاتی که شما تو زندگیتون دارید، حالا زندگی در واقع زن و شوهر ایجاب شده، کسی بگه آقا برای شما کاری کرد، بگه آقا مثلا اینا اعتقادی ندارم، آیا باز میشه اون اثر رو در واقع ایجاد کرد؟ یا اگر کسی اعتقاد نداشته باشه هیچ تأثیر روش نداره، تأثیر برای اون کسی است که یه مقداری اعتقاد داره. بله، یه وقت کسی میگه من اعتقاد ندارم یعنی اصلا جن رو قبول ندارم؟ نه، به معنی این نه. چون این که نمیشه. نه این که نمیشه. بله. برای از مسلمات. اما این که نه، حالا کسی میگه جن نمیتونه یا ربطی به من نداره، چیکار به من داره که بخواد تاثیر رو من بگذاره. اصل این کار رو من ستایش میکنم به خاطر این آشفته بازاری که الان میبینیم ها. اصل این خوبه کسی اینجوری باشه. ولی واقعش اینه که خب چه کسی با جن ارتباط داشته باشه چه نداشته باشه، برای اون ممکنه رو زندگی شما اثر بگذاره. حالا شما اعتقاد نداری که نداشته باشه. مثل یه آدمی که میگه خب من تا حالا به جن کاری نداشتم، اونم چیکار به من دارد. یا مثلا گاهی میگن که عدالت خدا چه میشه. خب مثل اینه که یه آدمی داره تو خیابون راه میره، از پشت سر یکی هولش میده میخوره زمین. این که شدنیه. چشمی زخمی که توی قرآن مطرح شده. یه نفر چشمش شوره، یه نفر زمین میزنه. خب این که ممکنه. حالا دیگه من چه گناهی دارم که اون چشم شوره به من ضرر میزنه؟ خب چی، من گناهی ندارم، خودم گناهی ندارم. اون مقصره که چشم شوره سو به اینا ضربه میزنه. پس اصل این که آدمی این رو بگه که من تأثیرگذاری جن تو زندگی خودم را قبول ندارم، طلسم را قبول ندارم، این خیلی خوبه به خاطر این وضعی که الان دارن سوء استفاده میکنن. اما برای خودمون از نظر عقلی و فلسفی باید این رو بدونیم که میشود یک جنی یا یک شیطانی تو زندگی یک نفر تأثیر بگذارد، چون شخص اعتقاد داشته باشه چه نداشته باشه. تو روایات هم اومده فرموده که اگر میخواد اینا تو زندگی شما تأثیر نگذارن، توکل بر خدا داشته باشید، صدقه بدهید، دعا بخونید، مثلا چاقل رو بخونید، نمیدونم 6 بار سوره توحید رو بخونید، به 6 طرف مثلا بدمید. یعنی یه راههایی رو توی دین معرفی کرده برای جلوگیری از اینها که خب قطعا اینا تأثیر داره. این همون بحث خواص آیات و سور همین هست دیگه. آیات قرآن تأثیرهایی داره. یکیش هم همینه که کسی مثلا فرض کنید سوره ناس رو بخونه، سوره فلق رو بخونه، جلوی اینجور تأثیرها رو میگیره. کسی مثلا فرض کنید آیه شریفه مواجهتون به السحر ان الله سیبطل ان الله لا یصلح عمل المفسدین، کسی آیه رو بخونه خب جلوی تأثیر سحر رو میگیره. مواجهتون به السحر ان الله سیبطل. یا مثلا کسی آیه و یکاد رو زیاد بخونه خب جلوی چشم زخم رو میگیره. خب این تأثیرات رو دین بیان کرده که این جور راه ها مثل توکل بر خدا، دعا کردن، صدقه دادن، مثلا امثال نماز خوندن، چاقل خوندن، اینجور چیزها تأثیر اینجور امور رو میتونه تو زندگی بگیره. پس کسی بگوید من اعتقاد دارم یا ندارم این مهم نیست.
اون چه که مهمه اینه که ما باید بدونیم ممکن است یک چیزی رو حتی من اعتقاد نداشته باشم، بله. اما تاثیر تو زندگیم بگذاره. دینم اومده راهنمایی کرده که یه راههایی هست که جلوی اینا رو در بگیریم. واقع باید حواسمون باشه که برای ابطالش، اولا که حالا من یه مقدار عقب‌تری میام، نباید بنای زندگیش انسان رو این بذاره لیس الانسان الا ما سعی، یعنی ما انسان خودش تلاش بکنه که در واقع آینده زندگیش و مشکلاتش رو با توکل بر خدا و ارتباط با ائمه معصومین علیهم السلام حل بکنه. نباید بنای زندگیش بر این باشه. اما احیانا اگر که حالا دچاری همچین مسئله‌ای شد، حالا به طریقی متوجه شد که یه سری مثلا مسائل اتفاق افتاده که میخوان بین او رو با همسرش یا خانواده‌اش یا در واقع مسائلی داره در اون مشکل ایجاد بکنه، اینجا برای ابطالش باید از راهش خارج شد. چون بعضی‌ها برای ابطالش دوباره میان از همون مسیر اشتباه، ارتباط با اشخاصی که با جن یا ارواح در ارتباطن برقرار میکنه و بعد دچار مشکل بیشتر میشه، یعنی این مشکل رو حل میکنه، چون چه بسا باعث بشه که راه نفوذ در واقع ارواح خبیثه یا جنیان به زندگی او باز بشه. حالا احتمالاً اینطور هست دیگه، وقتی کسی خودش بخواهد مسلماً راه رو باز کرده. بهترین توصیه که میشه کرد اینجا همون توسل به در واقع راه‌هایی است که در قرآن، روایات و سیره ائمه اطهار علیهم السلام بیان شده، یا مثلا ادعیه‌ای که در مفاتیح شیخ عباس قمی رحمت الله علیه بیان فرمود، حرزهایی که وجود داره، انگشتر وجود داره، حرزهای مثلا حرز امام جواد که میگن، یا فلان دعایی که هست، بله دعا به خون حرز، اینها تاثیر داره، دادن صدقه، خون ریختن، مثلا کشتن مسلمان، اینا همه تاثیر داره، برای که این ولی بنا نباید برای این چیزها باشه. انسان باید سعی بکنه خلاصه بناش رو بر توکل بر خدا بذاره. هر چقدر انسان ارتباطش با خدا و با در واقع ائمه معصومین علیهم السلام بیشتر بشه، قطعا اون مسیری که بخوان تو زندگیش دخل و تصرف بکنن خیلی 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 تنگ میشه و شاید نفوذ توی زندگی هم به تعبیر بتونیم بگیم محال میشه. بله خیلی ممنون، چون وقت برنامه خیلی